امسال هوا تا این موقع سال همچنان نسبتاً خنک بوده، اما به نظر میرسه تابستان گرمی خواهیم داشت. کولرها هم تو همین روزها در حال راه اندازی شدن هستن. ما امروز قراره با حسین آقا همراه بشیم که تعمیرکار کولر هستن و میخوایم بریم یک کولر رو اوورهال کنیم و ببینیم چیکار میشه کرد که این کولر وقتی راه افتاد مصرف آب و برق حداقلی داشته باشه اما خنک کنندگیش هم دست نخوره. درست حسین آقا؟ با حسین آقا همراه شدیم تا بریم خونه یکی از مشتریهاش برای راه اندازی کولر. آقا مزاحمتون شدیم. اما وقتی رسیدیم اولین چیزی که دیدیم این بود. چند روزی هست داره آب میده. از آقا ما خواهش می‌کنیم که به همسایه حتما بگن که ان شاءالله به امید خود درستش کنه. و اما مراحل بازدید کولر. اول باید مطمئن بشیم برقا کامل قطعه. فیوز پایین رو میزنیم. اگر هم خواستین دست بزنیم با پشت دست. که خدای نکرده برق گرفتی داشت که اذیتتون نکنه، چون با جلو حتما برقو قطع کنیم. حتما باید قطع کنیم. و بعد از این پوشالاش باید عوض کنیم. پمپ آب حتما باید هر سال چک بشه. الان باید پمپو در بیاریم. این سبد اگر آب از روزنه این داخل نره قشنگ نمیتونه پوشالا رو خیس کنه و باد گرمی داریم متاسفانه. حتما باید تمیز بشه. شلنگای کولر همه باید رسوب زدایی بشه که آب به راحتی بیاد بریزه روی پوشا. و مرحله بعد روغنکاریه. بعد از این کار باید یاتاقانا یکی اینور یکی اونور یاتاقانا حتما روغنکاری بشه. داخلش روغن رو قشنگ پر می‌کنید. بعد اینجوری میچرخونید. باید خیلی راحت بچرخه. اگر به راحتی نچرخه یعنی مشکل داره. باید حتما مشکلش برطرف شه. درست. چون اگه صفر باشه موتور فشار میاد، به قول خودمون آمپر میکشه، مصرف برق رو میبره بالا. تسمه هم در صورت خرابی باید عوض بشه. تسمه هم باید حتما اینجوری پوست پوست نباشه، باید تعویض بشه و این فاصله رو باید حتما رعایت کنه. زیاد صفر باشه هم میزنه موتور رو خراب میکنه. به راحتی باید در بیاد، یعنی باید شل باشه. بله، نباید صفر. در نهایت هم حتما برای کولر باید سایبون نصب کرد. سایبون به صورتی که زیرش هم هوا رد و بدل بشه. پس این سایبونا که میان یه دونه مقوا میندازن روی کولر این خیلی فایده نداره. نه زیاد فایده نداره. باید هوا جریان داشته باشه که خنک بشه. اگرم خدایی نکرده موتور کولر سوخته بود، باید سینپیچی مسی باشه و اینکه عین حساب فابریک داخلش باشه. کم نپیچن یا نازک نپیچن که بخواد مصرف برق بره بالا و اینکه موتور بیش از حد داغ بکنه. همین کارهای کوچیک مثل چک کردن کولر اول فصل گرما قبل از اینکه ازش استفاده بکنیم میتونه خیلی کمک بکنه تا هم در مصرف برق و هم در مصرف آب تا اونجایی که امکان داره صرفه‌جویی اتفاق بیفته. رضا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.